درود شنوندگان گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نام‌اثر روزنامه‌نگار جاوید مقیم. گفتار 14. ولی جان ماشینش را به نقطه فروش سوزشواری که سری راه در طرف راست واقع بود گردانده نزدیک کلانکه بنزینی 98 راند. او از ماشین فرامده نزدیک کسی رفت و از کیسه‌اش $100 را برآورده خواهش کرد که 20 لیتر بنزین ریزد. کسیر از سیمای ولی جان میلیسه بودنش را پی برد مگر که گفت اکا ما با پول تاجیکی معاملات میکنیم، با دلار سودا کردن من است گفت او. ولی جان همین پاسخ کسی را انتظار بود تا با بهانه پول میده کنی با صاحب جیب شناس شود، البته اگر آن برگردد. نادر اشکلی دست تشبای را به دسته در ماشین بسته از سبکرو بیرون شد. به سرش آمد که می تواند به چرخهای ماشین میخ مانده برای مدت آن را کارناشایم گرداند. ولی اینجا مغازه میخ فروشی یا استاخانه دوریدگری نیست. نادر در پهلوی افتزپ رفت که خانچه ولکانیزاسیا را دیده خرسند شد. اینجا وقتی تعمیر کردن بلون‌های شکاف حتما میخ‌هایش را کشیده میگیرند و احتمالیت پیدا کردن میخ هست. او به سوی خانچه استای ولکانیزاسیا روان شد. جوان تقریباً 20-25 ساله مشغول شیرش کردن بلان ماشین بود. السلام علیکم گفته به او مراجعت کرد نادر. جوان سرش را برداشته و علیکم السلام گفت و افزود امک یگان خدمت است. دادر میخ داری؟ در یک یشیک زردالومان دادن ای قشلاق، تختش بیجا شده است. میخوش افتیده گفت نادر اکا میخی نو ندارم، لیکن میخای از بلان ها گرفتم هستند. انا وی قطیچه را بینید کدامش می شود گیرید گفت جوان به سوی قطی بالای میز اشاره کرده. نادر از قطیچه 3 دانه میخی موافق را جدا کرده گرفته به جوان گفت دادر من از خودت چند پول قرض دار، نخواد برای همین میخای کهنه هم پول گیرم. سلامت باشید. رحمت دادر کم نشوید گفت نادر و از خانچه استا بیرون شد. همین وقت همان ماشین جیپ سیاه شیشه آمده از پی مرسدس ولی جان ایستاد. ولی جان این را دیده از کس راست به نزد راننده جیپ آمد و تیریزه راننده را تق تق کرده. برادر همین $100 میده میکنی؟ کسیر پول تاجیکی تی میگوید گفت او و پول دستش را نشان داد. راننده جیپ شیشه تیریزه ماشین را پایان فراورده پول را از دست ولی جان گرفت و از کیسه پیش کرته سفیدش حجت برآورد که در درونش چند 200 سامانه و 100 سامانه بود. تقه چند سو می شود؟ گفت او. باز دلارت قلبکی نباشد؟ قلبکی بودنش را نمی دانم، از بنکمت گرفتم. 450 سامانی می شود؟ می شود رحمت گفت ولی جان پول را گرفته. او به کس رفته پول داد و 20 لیتر بنزین گرفت. اگرچه سودشواری بک ماشین برای 2 مرتبه به دوشنبه رفته و آمدن بسنده بود. ولی جان نادر را در ماشین دیده سری فرمان نشست و سبکرو را به حرکت درآورده پرسید خوب چی گپ؟ نتیجهش بعد چند معلوم می شود. وقتی تو با راننده صحبت داشتی من ناعیان از پس جیب آمده به چرخهای قفایش 3 دانه میخ ماندم. چرا به چرخهای قفایش؟ اگر بلان چرخ پیش ماشین یک باره کفد آن چپه می شود. ضرر چرخ قفا کمتر است شرح داد نادر. من هم وقتی پول میده کنی معلومات گرفتم. راننده از درون حجت کارمند امنیت بودنش پول برآورد. معلوم که از کارمندانی نو است و تجربه ندارد. در ماشین 2 نفرند. پس زورمان می رسد که از سری راهمان برداریم گفت نادر. به این شک ندارم، ولی کوشش کردن در کار که بی مناقشه از این وضعیت براییم. اطاعت رفیق پلکانی گفت نادر شوخی‌آمیز.
ولی اگر تا 5 دقیقه دیگر این جیب از حرکت نماند مجبورم از فرمانت سرپیچی کنم. به ماشینی از قفا می آمده اشاره کرد او. واقعا هم بعد چند دقیقه جیب به کنار راه برآمده ایستاد. این را ولی جان از آینه قفا دیده گفت میخوای ماندت کارشان را کردند. بله، لیکن این علاج واقعی نیست. آنها همکارانشان را به کمک دعوت می کنند تا دوشنبه حالا قریب 100 کیلومتر دیگر ما را حتی در درآمدگاه پایتخت هم می توانند دستگیر کنند، گفت نادیر. یگان علاجش را می یابیم، ماشین را دیگر می کنیم. گمان می کنی آنها عکس ما را ندارند؟ همه مسافرانی ماشین ها را تفتیش می کنند و ما را می یابند. از وزیر کمک پرسم چی؟ همین بعدی به وزیر زنگ زدنت از پسمان شدند. میگویی که تلفن وزیر را هم گوش می کنند. شاید به هر حال به احتیاطی کرده به او زنگ زدی. اکنون زنگ زده گوی که به سنگ سیاه بر می گردی. مصلحت داد نادیر. خوب این گپ جان دارد، گفت ولی جان و به وزیر رامزی محمد علی زنگ زده. بعد سلام و حال پرسی گفت جناب وزیر، یک پرابلم پیدا شد. ما باید برای تحقیق یک عمل به سنگ سیاه برگردیم. یگان کمک لازم نیست؟ نه، سردار میلیسا شاگردم است، همش خوب می شود. میلش برای کار، من شما را انتظارم، گفت وزیر. اکنون یگان جا است تا ماشین را از نظر گذرانیم. شاید کیها در ماشینت ژوچاک ماندند، گفت نادیر. نه نخواد، حیران شد ولی جان. حاضر یگان جای هموار قله یابم ماشین را من می کنم. همین وقت یک جیپ سیاهی لکسوس از کجای پیدا شده خود را به ماشین ولی جان نزدیک کرد. راننده آن ماشینش را براست گرفته می کوشید که ماشین ولی جان را تنگ کرده از راه برآورد. اگر ولی جان کمی فرمان را براست تاب می داد ماشین به جری می رفت. ولی جان خرسندی کرده به اغوا راه نداد و جیب بمپری ماشین او را خراشیده گذشت. باز اینش کی باشد؟ پرسید نادیر. البته آشناهای پیشینه نی، پاسخ داد ولی جان. اینها به امنیتی ها مانند نی. اینها ما را به جری تیله دادنی بودند. آنها حالا در تپه ها ما را از راه برآوردنی اند. در راه عقبه حتما موفق می شوند، گفت نادیر. آنها قاتلان کسبی اند و از هیچ چیز نمی ترسند. خون چندین نفر آدمان بیگناه در گردنشان است. و صحبت همراه شد تیشبای که تا هنوز خاموش بود. شما از کجا می دانید؟ حیران پرسید ولی جان. از ماشینشان. اینها گربچه های تبرلی اند که کارهای سیاهی او را انجام می دادند. من از پیشان شده آنها را خوب آموختم. شما دستانم را کشاده به من یک تپانچه دهید، آنها را نگاه می دارم، گفت تیشبای. نترسید، من نمی گریزم. جانتان را به خطر ماندن شما چی لازم؟ برای من باشد، دیگر زندگی معنا ندارد. نه، ما می توانیم از خودمان دفاع کنیم، گفت نادیر. بله، او را تقویت داد ولی جان. وقتی ماشین از گردش تاب خورد جیب در بین راه می ایستاد و 2 نفر از آن بیرون شده سوی آنها تپانچه راست کرده بودند تا که ماشین را نگاه دارند. ولی جان نیت آنها را فهمیده زود ماشین را پس تاب داد. از قفا صدای تیرپرانی برآمد. یک تیر به چراغ قفای ماشین رسید. مرا فرار، آنها را باز می دارم، گفت نادیر وضعیت را خونسرانه تحلیل کرده. ولی جان حرکت ماشین را سست کرده ایستاد و نادیر از آن بیرون شده به پس دولانه سری راه دوید. او خود را به چقوری از باران سیل پیدا شده گرفت و از کمرش تپانچه مکروف را برآورده آن را به تیرپرانی آماده نمود. بعدی لحظه جیب با سرعت تیز از پس گردش پیدا شد. نادیر چرخ پیش ماشین را نشان گرفته یک باره چند تیر انداخت. بلانی ماشین کفید مگر که راننده اداره ماشین را گم کرد و آن به مقابل راه گذشته به جری سرازیر شد. نادیر از جای برخاست و سوی ماشین ولی جان دوید. ولی جان 100 متر پایینتر ماشین را نگاه داشته او هم در کنار راه کمین گرفته بود. او که همه این حادثه را دیده بود از جای برخاسته سری فرمان ماشین نشست و آن را به قفا تاب داد.
در راه بغیر آنها دیگر ماشینی نبود و کسی این حادثه را ندید. ملکه تیرپرانیت را در این 30 سال گم نکرده بوده. گفت او به نادر که خود را به ماشین گرفته بود. لطف میکنی از ترس تیرهایم به نشان رسیدند. ترست را نمیدانم، ولی میلیسه های من میگفتگی هم مثل تو تیر پراندن نمیتوانند. راست دیگه بس تو میگذرند گفته من هم کمین گرفتم، پی بردم. این کارت از روی منطق بود. حالا باشد ماشین را بالاتر هی کن و در یگان جای هموار نگاهدار. گفت نادر. گفتگی بر این تلفن ها را خاموش کرده بطری و سیم کارتش را از تروبکه گرفتن لازم. اگر تلفنت کهنه باشد دیگر از روی آن ما را یافتن نمی توانند. از تلفن های نو باشد یافتن آسان است. اگر سیم کارت و بطریش نباشد هم در کجا بودن تروبکه را از روی GPS می یابند. تحت نظارتیم گوی. حالا آزادی می گویند، ولی آزادی انسان را روز به روز محدود می کنند. دیگر آدم آزاد نیست، او همیشه تحت نظارت است. در کوچه و کار مغازه ها او را صدها کامره ها نظارت می کنند. بر زمین این تلفن موبیلیت در کجا بودنت را خبر می دهد. گفت نادر با تأسف. واقعا من یک چیز را به تو نگفتم که اهمیت ندارد. وقتی در قرغان بودنمان شب مهمانی کریمینالیست لیتینانت کلان میلیسا بنفشه شدم. در این خانه من 7 کامره یافته بی‌ضرر کردم. در کار ما میده چویده نمی شود. باید همان وقت مرا آگاه می کردی. سرزنش آمیز گفت ولی جان. پس ما دیر باز زیر نظارتیم. ممکن گفت نادر خطایش را فهمیده. ولی جان ماشین را پس از گردش که آنها را انتظار بودند در کنار راه نگاه داشته گفت من پیش ماشین را می کابم. تو پسش را. کی اولین شده ژوچاک را یابد و او من ضیافت می دهم. یعنی من هم یابم تو ضیافت می دهی و اگر تو هم یابی ضیافت می دهی. بله، پس ژوچاک را یابیم ضیافت می دهم. گویومان گپ را کم کن و از پی کار شو. گفت ولی جان. من به خود بیایم. گفت نادر. پس بمپر قفای ماشین را کافته. او بمپر را از درون دست کرده یک ژوچاک را پیدا کرد. من یافتم. گفت و ژوچاک را به ولی جان نشان داده. ممکن باز باشد با دقت یک بار تمامی ماشین را دیدن در کار. مصلحت داد ولی جان. نادر قفا و بری ماشین را با دقت از نظر گذرانیده دیگر چیزی پیدا نکرد. ولی جان باشد از تگ چراغ پیش باز یک ژوچاک دیگر را یافت. نادر هر دوی ژوچاک را به دست گرفته و به باردانی ماشینی کم است که به سوی سنگ سیاه حرکت میکرد پرتافت. انا اکنون انیق و سنگ سیاه می رویم. گفت نادر و ماشین نشسته. ولی آنها ما را در سنگ سیاه کابند. ما باشیم به دوشنبه می رویم. گفت ولی جان. چخیل ما را در پیش حتما در دیدبانگاه های بالای عقبه انتظار می شوند. بله، لیکن ما آنها را چپ غلط می دهیم. ها انا در تگ عقبه دورتر از راه کلان دهه بابایی من واقع است. در آنجا حالا عمک بچه هایم زندگی می کنند. با آنجا می رویم و آنها حتما کمکمان می کنند. گفت ولی جان ماشین را به حرکت در آورده. نقشه خوب است. راضی شد نادر. حالا من هم از سنگ سیاه گوی حیران پرسید نادر. به قول ها پدرم بعد ختم دانشگاه پلی‌تکنیکی در شهر مانده است. من در دوشنبه تولد شدم. من تو را تا حال از دوشنبه گمان می کردم. ولی جان ماشین را به راه راست به سوی دهه اجدادیش گرداند و در آغاز دهه در نزد مغازه ایستاد. من حاضر می آیم. گفت ولی جان از سبکرو بیرون شده. او به مغازه دهه که خصوصی شده بود در آمد. در مغازه وابسته به اقتدار خریداری مردم مالهای نیاز فروخته می شدند. البته مالهای خوش صفت و گران نرخ به نظر نمی رسیدند و او نمی دانست چی بخرد. او برای زیاد انتخاب کردن وقت نداشت، بنابراین که 2 کیلو نبات و 2 کیلو شکلات از همه گران نرخ را که اینجا 25 سامانی قیمت داشت خریده از مغازه برآمد. خانه خویشاوندانت را میدانی؟ پرسید نادر از ولی جان که سر فرمان ماشین نشست.
بله هر سال می آیم. رواهایمان کنده نیست. ولی جان ماشین را به کنار دیگر ده رانده در نزد خانه ایستاد. صدای آمدن ماشین را شنیده جوان از دروازه سر برآورد. او ولی جان را شناخته دروازه را گشاد. ولی جان ماشین را به درون حولی درآورد. ولی جان و نادر از ماشین بیرون شدند. به استقبال آنها مردی همسالشان آمده با ولی جان آغوش گشاده سلام کرد و بعداً با نادر نیز دستکی سلام کرد و آنها را به مهمانخانه خواند. جوان نیز با ولی جان آغوش گشاده سلام کرد. ولی جان به او رهاورد خریده اش را داد. ما سراسیمه ایم، وقتی نشستن نداریم، گفت ولی جان به پسرمکش که در دهه معلم بود. به هر حال به مهمانخانه درآیید، آنجا صحبت میکنیم، گفت صاحب خانه. نادر تشبای را هم از ماشین فراورده با خود به مهمانخانه آورد. ولی جان در این مدت سببی به دهه آمدنشان را به صاحب خانه گفته بود. راه کهنه عقبه کشاده است؟ پرسید ولی جان. بعد راه نو را کشادن دیگر کسی آن را تعمیر نمی کند. بعضی جایهایش را ترمه و سیل ویران کرده است. ماشین نمی گذرد، ولی اسبکی و پیاده رفتن ممکن، گفت صاحب خانه. پس پیاده می رویم. اینجا انتظار شدن معنی ندارد. زود یا دیر ما را اینجا می یابند، پیشنهاد کرد نادر. چرا پیاده؟ برایتان اسب می یابم و همراهتان خوشبخت را می فرستم. او راه را خوب می داند، گفت صاحب خانه. این ایده خوب است، راضی شد ولی جان. پس شما شینید، حاضر شکراب می خوریم. ینگه تان حاضر فطیر گرم پخت و شکراب کرده ایستاده است. بجز راضی شدن دیگر علاجی نبود، زیرا عملی من بعده آنها از این شخص وابسته بود. از جانب دیگر آنها گرسنه مانده بودند و شکراب خوری عین مدعا بود. آن جوانی که دروازه را گشاده بود آمده دستها را آب گرفت. پسر کنجگی ما خوشبخت او را معرفی کرد صاحب خانه. کورس یکم دانشگاه کشاورزی را ختم کرد. نصیب باشد گاو دختر می شود. بایتار گوید پدرش را اصلاح کرد خوشبخت. میلش بایتار. حالا پسرم به خانه عمک‌هایت رفته اسبشان را زین کرده بیار. اسب خودمان را هم گیر. و فکرم 3 اسب بس بودگیست. بله می شود. من و تشبا یک اسب را سوار می شویم، گفت ولی جان. خوشبخت به نزد آنها به طبق کلان شکراب 2 فطیر گرم و 1 چاینک چای گرم آورده ماند و خود از پی اسبان رفت. مهمانان با اشتها شکراب را خوردند و چاینک چای را هم نوشیدند. اکنون ما می خیزیم، گفت ولی جان به دسترخوان دعا کرده. این آمدنتان البته حساب نیست. می ششتید بوز یا گوسفند کشته ضیافت می دادم، گفت صاحب خانه. دفعه دیگر حتما می آییم، وعده داد ولی جان. در روی حولی اسبها آماده بودند. ولی جان کلید ماشینش را به پسرمکش داده گفت ماشین را به یک کنار گرفته بالایش را پوشانید تا به چشم بیگانگان نافتد. بعد برای آن خودم می آیم یا یگان کس را می فرستم. مهمانان خیر و خوش کرده به اسبها سوار شدند و سوی عقبه راه گرفتند. از اینجا تا پشت عقبه در چند ساعت می رسیم؟ پرسید نادر از خوشبخت. اگر آهسته رویم تقریبا 1.5 ساعت است. این خیلی به نظرم دور می تابد. نه ما میانبر می کنیم و راه کوتاه می شود. پیاده هم در 2 ساعت رسیدن ممکن. شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانشی بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار 14